شام امروز محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف مخالفین تاجیک در اروپا به طور آنلاینی در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و فیسبوک عاید پیامدهای حمله گروه جنگجوی دولت اسلامی سخنرانی کرد. کبیری سراول بنابر شهادت قربانیانی که در نتیجه حمله گروه جنگجو کشته شدند اظهار تسلیت و همدردی نمود. ضمناً رهبر پیمان ملی تاجیکستان گفت که به خاطر آنکه حکومت با وجود آگاهی از قضیه و دست داشتن به معلومات آن را پنهان می‌کند، در جامعه حدس و گمان‌ها زیاد می‌شود و سر و صداهای هر خیلی پراکنده می‌شود. محیدین کبیری گفت سبب اساسی فاصله گرفتن مردم از مقامات و زیاد شدن حس ناباوری جامعه به حکومت نیز همین است که همیشه کوشش می‌شود که واقعیت از نظر مردم دور بماند. با باوری رهبر پیمان ملی تاجیکستان به خاطر دادن معلومات ناصحیح از جانب مقامات فرضیه‌های زیاد به میان می‌آید و وضعیت باز هم متشنج‌تر می‌شود. کار تا جایی رفته که اگر بالفرض مقامات یگان معلومات درستی را هم رسانه کند کسی باور نمی‌کند. این همه سلسله دروغ‌ها باعث گشت که مردم به خلاصه آمد که این حکومت جز دروغ توانی گفتن چیز دیگری را ندارد. معلومات ها را پنهان می‌دارند. حالا معلوم نیست به خاطر چی، با چه هدفی. ولی اون چیزی که انی قصد تا این لحظه این است که مقامات دارند دروغ میگویند. مشکلی و مصیبت مقامات دولتی تاجیکستان هم در آن هست که اعتماد را از دست دادند. اعتماد مردم، اعتماد سازمان‌های بین‌المللی، کارشناسان و حالا طبیعی است که اعتماد اپوزیسیون را کیها از دست داده بود. اما کسانی هم که تا دیروز با دلیل‌های گوناگون در پهلوی حکومت هستند و خود را طرفدار حکومت می‌دانند، اینها هم دارند آهسته آهسته اعتمادشون را از دست می‌دهند و اون هم به خاطر آن، به دلیل آن که حکومت نه تنها در نسبت این قضیه مشخص 6 نوامبر بلکه در طول فعالیت خود و در بها دادن به این آن حادثه مهم در داخل کشور همیشه دست به دروغ زده است، دست به تحریف کاری زده است و مردم هم عادت کردند که این حکومت دروغ میگوید. حتی اگر روز برسد که این حکومت راست بگوید، واقعیت ها را هم بگوید، متاسفانه مردم دیگر باور نخواهند کرد. این همه سلسله دروغ ها و تحریف کاری ها باعث گشت که در مردم یک تصور با وجود آمد که این حکومت اصلا که وجودش دروغ است و با دروغ سر قدرت آمده است، جز دروغ چیزی دیگری گفته نمیتواند. و حتی در حالت‌هایی هم که راست به منفیتش است. من میخوام توجه کنید به این نکته. در بعضی حالت‌ها راست گفتن واقعا به نفع حکومت است و باید راست بگوید، اما نمیدونم به خاطر چی که باز میرود سراغ دروغ. برای مثال در همین حادثه‌ای که روز ششم گذشت، چندین دروغ‌های پی هم که هم خود را شرمنده کردند، باعث پیدا شدن ده‌ها فرضیه‌های زید و نقیض شد. چه ضرورت داشت که در اینجا بیاد حکومت دروغ بگوید؟ برای مثال اگر اعتراف میکردند که 6 نفر مرزبان و یا کارمندان مقامات به شهادت رسیدند، چه ضرر داشت به حکومت؟ حالا چرا آمدن 1 نفر گفتن؟ اگر 6 نفر میگفتن، اگر 20 نفر باشد 20 نفر بگن، چی ضرر دارد که جامعه بداند؟ رهبر پیمان ملی تاجیکستان با تاکید گفت چند حادثه های آخر نشان می‌دهند که گروه جنگجوی دولت اسلامی و حکومت تاجیکستان یک سیاست و استراتژی دارند. جواب هم مشخص است. دو نیرو، دو گروه منفی‌دار هستند که همیشه در تاجیکستان یک حالت بحرانی امنیتی وجود داشته باشد و این دو گروه هم از لحاظ ایدئولوژی منفی‌دار هستند. یکی افراطگرایان دنیوی که در سیمای حکومت امروزه تاجیکستان تجسم یافتند، دیگر افراطگراهای مذهبی که روشن‌ترین، بارزترین و معروفترین نمایندهشون باز هم داعش است و دیگر گروهایی که تفکری مانند به داعش دارند. این دو گروه مردم تاجیکستان را و نه تنها تاجیکستان را، مردم منطقه را، مردم جهان را دارند همیشه ترور میکنند. ترور معنوی، ترور ایدئولوژی، ترور اطلاعاتی و متاسفانه گاهی ترور با سلاح، با کشتار که نمونهش رو ما روز ششم در تاجیکستان دیدیم.
و اینها همیشه در ظاهر در نبرد با یکدیگر هستند، اما میبینیم که در عمل اینها شریک استراتژی هستند. کسی میخواهد یا نمیخواهد، کسی اعتراف دارد یا ندارد، اینها شریک استراتژی هستند. اینها بدون یکدیگر نمیتوانند عمل کنند. بدون افراطگرایی مذهبی، افراطگرایی دینی یگان دلیل ندارد برای وجود داشتن. برای مثال حکومتداران تاجیکستان یگان دلیل برای سرکوبگری، برای زندانی کردن اپوزیسیا، برای زندانی کردن روزنامه‌نگاران، ادوکات‌ها، سیاستمداران ندارد. برای منع کردن حزب‌های سیاسی ندارد. یگانه دلیلش این است که این مبارزه با تروریسم است و در وقتی که تروریسم وجود دارد، شما چرا درباره حقوق بشر و دموکراسی و درباره مبارزه با کریپتو صحبت میکنید؟ دقیقاً همین دلیل را هم افراطگرایان دینی دارند. میگن که وقتی که در اینجا مبارزه با دین هست، در اینجا وقتی که افراطگرایان، اتئیستان، نمیدونم حکومت دیکتاتوری رحمان دارد آشکار با دین، با اسلام، با مردم مبارزه کرده ایستاده است، با مقدسات مردم، با تجارت مردم، با آزادی مردم، شما میخواهید با مبارزه مصالحت آمیز کنید، طریق دموکراسی، انتخابات، رسانه ها. نه، در اینجا فقط باید که از سلاح استفاده بود، از مبارزه خشین، و باید این حکومت را، این ظالمان را از قدرت دور کرد. این دو ایدئولوژی، این دو گروه افراطگرا منفعت‌دار هستند که این حالت همیشه وجود داشته باشد. اعتراف گروه جنگجوی دولت اسلامی را محی الدین کبیری در آن دانست که این گروه در عین شکست و پراکندگیش میخواهد نشان بدهد که ارزی وجود دارد و پای برجا است. بلافاصله این حادثه شد، داعش را مسئول اعلان میکنند و داعش هم حالا دست دارد یا ندارد، چون نیاز دارد به این گونه آوازه ها، بلافاصله به دوش میگیرد. و شما هم دیدید که حکومت تاجیکستان همگی چند ساعت نگذشت داعش را متهم کرد و داعش هم بعد چند روز اعتراف کرد که ما این کار را کردیم. چرا اعتراف کرد؟ حالا شاید دست داشته باشند و اعتراف کرد. شاید اگر بیخبرم بودن بعدا دیدن که اعتراف کردن به نفع آنها هم است، چون بعد از بین رفتن ابوبکر البغدادی رهبرشون، اونها میخوان نشون دهند که هنوز هم قدرت دارن، هنوز هم زنده هستند و ببینید که چه کارها را میتوانند انجام بدهند. ضمن صحبت آنلاینی خود محی الدین کبیری به سفر پرزیدنت تاجیکستان به اروپا نیز داخل کرده گفت هرچند برای خود امام علی رحمان این سفر مهم بود، ولی حادثه مدهش حمله جنگجویان به دیدبانگاه خیلی نگران کننده بود و میبایست رئیس جمهور این قضیه را شخصا پیگیری میکرد. اما اقلاً به پیوندان قربانیان این حمله اظهار همدردی نکرد. در حال طوری چند روز به خاطر شرکت در فورم صلح در پاریس بیهوده‌گردی کرد که در این فورم همچون یک شخص مهم دعوت شده نبود و حتی سخنرانی نداشت. اما بعد از ملاقات با جناب مکرون که همگی یک حالا صبحانه کاری بود، چند دقیقه دوام کرد، چیزی خاصی هم در اونجا نبود، تمام شد دیگر. ملت در خون است، ملت گرفتار مصیبت است. ملت جواب میخواد که چی شد؟ هیچ کس معلومات ندارد. این به اصطلاح پیشوای ملت، رهبری تاجیکان دنیا، نجات دهنده سیاره، بین 8 تا 12 غیب زده است، نیست، وجود ندارد. هیچ کس نمیداند به چی مشغول است، در کجا هست. آیا امکان اگر بسیار هم شرکت در فورم پاریس مهم بود روز 12 امکان ندارد بالاخره هواپیما داره که از پول ملت دزدیدی هواپیما رو مال شخصی کردی، پرواز کن، همگی 5 ساعت وقت است، پرواز کن به دوشنبه، در پهلوی ملت باش، یک سر بزن با خانواده اون شهیدان مرزبان و کارمندان مقامات، دلبرداری کن، حادثه ها را روشن کن، روز 11 روز 12 برگرد به فورم اگر بسیار مهم است. چرا این کار را نمیکند و چه مشکلی دارد؟ مگر مثل ما به هواپیما است؟ من که یک وکیل قطاری بودم در مجلس نمایندگان، روزهای چهارشنبه وقتی که جلسه پارلمان میشد در یک کنفرانس خارجی می بودم، فقط به خاطر انجام مسئولیت که نگویند کبیری در جلسه پارلمان شرکت نکرد، صبح با پرواز ترکیش می آمدن، ساعت 5 صبح پرواز دارد، بعد دوشنبه می رفتم جلسه پارلمان، جلسه را میگذراندم، بعد نصف روزی برمیگشتم با یگان پروازی نمیدونم دبی، مسکو، با هر جایی که باشد، الماتا، باز خودم رو به خارج میرسوندم برای که در کنفرانس شرکت کنم. بنا به معلومات داده کبیری، امام علی رحمان به اروپا با دستگیری آقاخان 4 راه یافته است.
چون خود آقاخان از سازمان دهندگان فورم صلح است و با تشکر به او امام علی رحمان بعد 3 سال به سفر کشورهای اروپا دست یافته است. اما کم کس میداند که این سفر چگونه آماده شد. من به همه مردم بخصوص به طرفداران رحمان که حالا این را یک پیروزی دیپلماتی حکومت میدانند، این نکته را هم بگویم که اگر شما واقعا باور دارید که این پیروزی دیپلماتی است، باید یگانه کسی که از او باید میnnتدار باشد از پیشوای اسماعیلیون جهان جناب آقاخان هست که این ملاقات ها را، این سفر را هماهنگ کرد و رحمان بالاخره پایش به اروپا رسید. بدون هماهنگی و تلاش و زحمت های جناب آقاخان امکان نداشت که رحمان موفق به این کار شود. اگرچه تمام دیپلمات های تاجیک شب و روز کار میکردن با سفارش که این سفرها رو هماهنگ کنند. اما چرا این اتفاق افتاد؟ برای آنکه شما میدونید طول چند سال اخیر، حداقل 6-7 سال اخیر، حکومت تاجیکستان برای فعالیت بنیادی آقاخان، پروژه های آقاخان در تاجیکستان خیلی مشکلات رو به وجود آورد. شما همتون آگاه هستید از مشکلاتی که در نسبت دانشگاهی آسیای مرکزی در خاروق رخ داد، تا حتی دانشگاه ساخته شد، فعالیت میکرد، اما مراسم کشاده شوی آن را به تأخیر میانداختند، چون رحمان نمیخواست این دانشگاه با آن ثبت شود که بنیادی آقاخانی را ساخته است. چون عادت کردند که در تاجیکستان حتی یک مغازه کوچکی، مثلا کتاب فروشی هم اگر یا مواد خوراک هم باز شود، باید با لنتبوری و با نام پرزیدنت تاجیکستان و توسط سیاست‌های خردمندانه یک نفر باید آن ساخته شود. اگر کسی بداند که این از توسط فوند آقاخان ساخته شده است یا پروژه‌های دیگر، این قابل قبول نیست. و این چنین دیگر پروژه‌ها هم در پروژه‌هایی که برای ملت تاجیک لازم است. شما توجه کنید، تمام رهبران کشورها تلاش میکنند که مردمش با برق تامین شود، با راه تامین شود، با فرودگاه، با دانشگاه. اما تنها حکومت تاجیکستان است که تلاش میکند ساخته شوند، اما میگه که این همش ثبت شود به نام یک نفر. مشکل ندارد اگر ملت تاجیک بی برق ماند چند سال دیگر. مهم که این پروژه گسی سبزار در بدخشان توسط رحمان و با نام رحمان ساخته شود. اگر این گس ساخته می شود با نام توسط فوند آقاخان، پروژه های آقاخان، یا اینکه پامیر انرژی که یک قسمت سهمیه هاش به فوند آقاخان تعلق دارد و اعلان شود که این پول با مبلغ آلمان ساخته می شود، خب پس میگن رحمان در کجای کار است؟ پس نه، این باید با نام رحمان ثبت شود. این است که رحمان مانع حتی ساختن گسی سبزار در تاجیکستان میشد، مانع استاتوس بین المللی گرفتن فرودگاه راغون، که فرودگاه راغون اگر بین المللی شود و پروازها از دوشنبه بیاد، از کابل بیاد، نمیدونم از جایهای دیگر بیاید، از خیتای بیاد، چی بدی دارد برای یک منطقه تاجیکستان؟ و آقاخان وقتی میخواد این را آباد کند، این گوشه تاجیکستان است. آقاخان بغیر از بدخشان در تمام تاجیکستان فعالیت دارد، در جهان دارد. اما طول چند سال این همه دچار مشکلی شد. چرا؟ رحمان نمیخواست این گونه باشه. کبیری گفت هرچند مقامات سفر امام علی رحمان به اروپا را پیروزی اعلان کردند، در فورم صلح در پاریس خانمی که با سخن افتتاحی خود به فورم حسن آغاز بخشید، با اشاره به کشورهای دیکتاتوری مثل تاجیکستان گفت در این فورم کسانی نشستند که زندانهای کشورشان پر از محبوسان سیاسی است. روزنامه‌نگاران، ضیائیان و نخبگانشان از سیاست دیکتاتوریشان به داد آمده رو به فرار آورده‌اند. دختری که در افتتاح فورم صلح گفت، به واسطه گفت که شما پرزیدنتانی در اینجا در پهلوی شما نشستند که ژورنالیست‌هاشون در زندان است، وکیل‌هاشون، اپوزیسیونشون در زندان است. برای اینکه به این گونه سوال‌های دشوار جواب نگویند، اینا منفعت‌دار هستند که همیشه از تروریسم در اروپا صحبت شود. بگن که نه، شما از ما درباره حقوق بشر، آزادی مطبوعات، آزادی سخن، درباره کورپسیا، حکومت خانوادگی صحبت نکنید. شما با من درباره مبارزه با تروریسم صحبت کنید، به من پول بدهید. در ادامه کبیری دعوت به عمل آورد که پیش راه تخریبکاری ها گرفته شود. نباید به هر بهانه مردم عادی قربانی دسیسه ها شوند. وقتی آن رسیده است که ملت متحد باشد و از سنگاندازی و اتهام علیه یکدیگر باید دست کشیم. ما باید به این گونه فرضیه ها، به این گونه ورسی هایی که گفته می شود، نه به همش باور کنیم، چی از حکومت است، چی از طرف های دیگر است. ما باید با واقعیت ها باور کنیم.
واقعیت چی هست، کی منفیت دارد، کی جوابگو است. باید به این سمت باید که توجه ملت رو روانه کنیم. دوم، وقتی آن رسیده است که متحد باشیم، با هم باشیم و همه این ملت چه بخش دینی و چه بخش دنیوی اگر نمیتوانیم از لحاظ ساختاری در یک سقف جا بگیریم، حداقل بیایم در این مرحله سنگ اندازی و دروغ پراکنی و اتهام ها علیه یکدیگر را قطع کنیم. نگوییم که اونها که در خارج هستند جسورند، قهرمان، اونهایی که در داخل هستند اونها ترسو هستند، یا کسانی که در داخل هستند نگوید که اونهایی که در خارج هستند ترسیدن فرار کردن از وطن. نه، همه ما در یک سفینه هستیم، در یک کشتی هستیم. این کشتی دارد سوراخ شده ایستاده است و برای آنکه نجات بیاییم باید که اول این کشتی رو نجات بدیم که این کشتی ما تاجیکستان است، ملت هست. بعداً انشالله میرویم سراغ بعضی از مشکلات جزئی که بین یکدیگر داریم. محیدین کبیری در نهایت سخنرانی خود امید کرد که بین این سخنرانی و سخنرانی های نوبتیش فاصله دور نخواهد بود و گفتنی های زیاده دارد. شکل پره این سخنرانی در شبکه یوتیوبی پیمانی ملی تاجیکستان قابل دریافت است.